سلام، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. تو این قسمت از آموزش کتابخونه کینتر کار کردن با منوها رو یاد میگیریم. مثل همیشه بیس کلی از پنجره گرافیکی رو ایجاد کردم و برای اینکه بخوایم یک منو ایجاد کنیم من یک متغیر تعریف میکنم به اسم منو بار و از ویجت منو استفاده میکنم. اون رو درون روت میخوام قرار بدم. در واقع منو متعلق به روت من هست. حالا میگم که root.config و منوی این روت من برابر با منو بار هست. و خب من یک منوی رو ایجاد کردم، در واقع یک بیس کلی از منو رو ایجاد کردم و حالا قرار هست که اون گزینه ها رو یکی یکی اضافه کنیم. من یک متغیر دیگه به اسم فایل منو تعریف میکنم، فایل منو، و از ویجت منو استفاده میکنم مجدد. منتها این بار در واقع اون روت این فایل منوی من اون منو باری هست که من قبلا اون رو ایجاد کردم. و خب حالا برای این فایل منو من باید چند تا گزینه تعریف کنم. اینجا این فایل منو که من ایجاد کردم در واقع میخوام که این فایلی باشه که اینجا میبینیم. مثلا برای VS Code من اینجا چند تا گزینه دارم، چند تا منو دارم. در واقع یک منوی من آیتم های مختلف داره که روی هر کدوم که کلیک کنیم به صورت آبشاری منوها رو ما اینجا داریم. خب که من اینجا فایل منو رو ایجاد کردم و حالا میگم که منو بار دات اد کاسکید با لیبل فایل و منویی که داریم اینجا کدوم منو هست؟ فایل منو. یه بار اینجا برنامه رو اجرا میکنیم تا بهتر درک کنیم که چه اتفاقی افتاده. اسم فایلم هست menu.py و خب همونطور که میبینید زمانی که من برنامه رو اجرا کردم این بالای گزینه فایل اضافه شده و خب زمانی که روش کلیک میکنم هیچ اتفاقی نمیفته. قراره که این موضوع رو الان با هم انجامش بدیم و چند تا گزینه اضافه کنیم. این از این. پس من اگر بخوام شبیه به این VS Code در واقع یک گزینه دیگه به منوی خودم مثل ادیت اضافه کنم، میتونم دقیقا همین رو کپی کنم و اینجا اسمش رو بذارم ادیت منیو و این رو به این تغییر بدم و اینجا رو هم بنویسم ادیت. حالا اگر برنامه رو اجرا کنم همونطور که میبینید ادیت اضافه شد. حالا اینجا من چون نیاز ندارم این قسمت رو حذف میکنم، اما به صورت کلی تمام منوها رو میتونید، در واقع گزینه های این منو رو میتونید به همین شکل اضافه کنید. خب حالا من میخوام به این منوی خودم چند تا دستورات رو اضافه کنم. من اینجا میگم که فایل منو دات اد کاسکید، در واقع یک منوی آبشاری درون منوی خودم، منوی فایل میخوام ایجاد کنم که لیبلش رو میخوام بذارم مثلا اوپن و کامندش رو هم در ادامه می نویسم. فعلا یک رشته خالی در نظر می گیرم و بعدی رو بذاریم سیو و یه بار دیگه برنامه رو اجرا کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. بله همونطور که می بینید این دوتا گزینه به صورت آبشاری یا همون کاسکید به این منوی من اضافه شده. خب حالا بریم منوی اگزیت رو هم اینجا قرار بدیم که برای بستن برنامه‌مون باشه. من اینو یه بار دیگه کپی میکنم و اینجا اسمش رو کویت یا همون اگزیت میذاریم و برای اینکه بخواد پنجره گرافیکیمون بسته بشه من میگم روت دات دیستروی یا کویت، از هر دو اینها میتونیم استفاده کنیم. خب حالا همونطور که میبینید اگزیت هم اضافه شده و زمانی که من روش کلیک میکنم برنامه من بسته میشه. حالا میخوام بین این دوتا یه مرز ایجاد کنم. در واقع همونطور که میبینید الان اینجا برای VS Code هم من اینجا یه گزینه‌ای دارم، یعنی در واقع خط اینجا کشیده شده بین هر چند تا آیتم، اونها رو از هم جدا کرده. من میخوام یه همچین چیزی رو داشته باشم. پس میگم فایل منیو دات اد separator، یک جدا کننده ای رو ایجاد میکنم. یک بار دیگه برنامه رو اجرا میکنم و همونطور که میبینید این خط اینجا برای من هم وجود داره. خب حالا برای اینکه برنامه‌مون یکم بهتر باشه، در واقع در قالب یک پروژه محتواها رو با هم تمرین کنیم، من اینجا یک تکست باکسی قرار میدم. می‌خوایم یک چیزی شبیه به نوتپد رو داشته باشیم، یک نوتپد خیلی ساده و اون رو درون روت خودم قرار میدم این ویجت تکست رو و میگم که تکست دات پکش میکنیم درون صفحه. یه بار برنامه رو اجرا کنیم. یکم سایزش رو تغییر بدیم. همونطور که میبینید یک تکست باکس، یک محیطی برای حالا تایپ کردن وجود داره که اینجا ما میتونیم هر چیزی رو تایپ کنیم. یکم اندازش رو تغییر بدیم، ویدثش رو چند بذاریم، به عنوان مثال فکر میکنم 50 بد نباشه. هایتش هم بذاریم 20. پدینگ هم پدینگ
در نظر بگیریم فکر می‌کنم 10 بد نباشه. برنامه رو اجرا کنیم. الان خیلی ظاهر بهتری داره. خب من میخوام در واقع یک محتوایی رو اینجا بنویسم، یک متنی رو اینجا بنویسم و زمانی که روی دکمه سیو کلیک کردم درون یک فایلی تو سیستم من ذخیره بشه و هر زمان که روی اوپن کلیک کردم یک فایلی از سیستم من انتخاب بشه و محتوای اون فایل اینجا به من نشون داده بشه. چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ من نیاز به 2 تا تابه دارم. برای سیو فایلم یه تابه تعریف میکنم به اسم سیو فایل و برای اوپن فایلم یه تابه به اسم اوپن فایل تعریف میکنم و این بالا این توابع رو ایجاد میکنم. اوپن فایل و فعلا خالی میذاریم و بعدی سیو فایل. خب و حالا برای سیو فایل من میخوام اون چیزی که نوشتم رو درون یک فایلی ذخیره کنم. پس من باید یک فایلی رو اول باز کنم و اسمش رو هم بذاریم به عنوان مثال myfile.txt و نوعش رو هم در واقع مودش رو میذاریم W که از نوع نوشتن یا همون رایت هست. و خب اگر این فایل قبلا تو سیستم من وجود داشته باشه محتوای جدید اووررایت میشه روی اون فایل و اگر وجود نداشته باشه اون فایل رو ایجاد میکنه. و اینجا من میخوام چیکار کنم؟ خودش هم برای من این رو نوشته و حالا ما اینجا چیکار میکنیم؟ بچه اینجا من از اکستنشن بلک باکس استفاده میکنم. در واقع این اکستنشن رو روی VS کدم نصب کردم و خب این باعث میشه که خودش با توجه به کدایی که تا اینجا کار نوشتم یک سری چیزا رو به من پیشنهاد میده که گاهی اوقات خیلی کاربردیه. و اینجا من میخوام که درون این فایلم بنویسم. پس میگم که f.write چه چیزی رو میخوام رایت کنم؟ محتوای درون تکست باکس رو. پس من میگم txt.get. متد get برای این txt 2 تا آیتم رو دریافت میکنه. همونطور که اینجا هم میبینید ایندکس 1 و ایندکس 2 رو ما باید مشخص کنیم. حالا ایندکس 1 چیه؟ من یه نمونه رو مینویسم میگم که 1.0. این در واقع به چه معنیه؟ چه چیزی رو نشون میده؟ نقطه شروع ما هست که یعنی سطر اول و ستون 0. در واقع سطر اول از کاراکتر 0 ستون که حالا اینجا شاید درست نباشه، منظور کاراکتر با اندیس 0 هست برای من ذخیره کن. در واقع اون محتوا رو به من بده تا کجا؟ تا آخر، که حالا آخر بودن رو هم من میتونم به این شکل مشخص کنم. در واقع تا آخرین کاراکتر منهای 1، در واقع طولش منهای 1. و خب حالا من برنامه رو اجرا میکنم و یه محتوایی رو اینجا مینویسم how are you به عنوان مثال و اینجا میگم اوکی، نمیدونم اینجا میگم که گود. یه محتوایی رو مینویسیم و روی گزینه سیو کلیک میکنم و باید این فایل اینجا همونطور که میبینید این فایل اضافه شد کنار برنامه من، چون مسیرش رو در واقع همون جایی که این فایل من هست مشخص کردم. خب حالا بریم این فایلمون رو باز کنیم. بله همونطور که میبینید همون محتوایی که من درون تکست باکس نوشته بودم اینجا ذخیره شد. حالا یک بار دیگه برنامه رو اجرا کنیم. من اینجا به جای مثلا 0 بذارم 3، ببینیم چه اتفاقی میفته. برای اینکه این موضوع رو کامل درک کنیم های یا هلو بنویسیم، هلو، یه چند تا عددم بنویسیم، سیو رو کلیک میکنیم و حالا من اگر فایل رو باز کنم همونطور که میبینید از ال دوم ذخیره شده. کاراکترها رو بشماریم یکی یکی، 0 1 2 از سومی که من اونجا نوشته بودم. ببینید از کاراکتر سوم ذخیره میکنه. این از این. یا اینجا هم اگر مثلا به جای 1 2 بذارم یه کاراکتر رو در نظر نمیگیره از آخر. خب حالا بریم برای اوپن فایلمون هم همین مراحل رو انجام بدیم. منتها اینجا به جای اینکه متدمون از نوع رایت باشه مودش R یا همون رید هست و اینجا ما میخوایم به جای اینکه درون فایل بنویسیم از فایل بخونیم. پس من میگم F، در واقع F ندیگه، txt.insert کن، به این تکست باکس من اضافه کن چه چیزی رو، از کجا؟ در واقع از همون سطر اول، کاراکتر اول چه چیزی رو اضافه کنه؟ محتوایی که درون این فایل وجود داره f.read. یه بار دیگه برنامه رو اجرا کنیم. خب بذارید من اینجا اوپن رو که کلیک کنم همونطور که میبینید محتوای فایل من اینجا قرار گرفت که حالا اینجا یه چیز بهتر بنویسیم. به عنوان مثال نمیدونم چند خط داشته باشیم. همونطور که میبینید حتی بک ان ها رو هم رعایت میکنه. خب یه بار دیگه برنامه رو اجرا کنیم و اوپن رو اگر کلیک کنیم محتوای اون فایل اینجا به من نشون داده میشه. این از این که خب قسمت اصلی
این ویدیو رو با هم پیش رفتیم، در واقع انجامش دادیم، اما میخوایم یک کمی برنامه‌مون بهینه تر باشه، در واقع داینامیک تر باشه. تا اینجا فایل های ما کاملا استاتیک هستن، یعنی ما از یک فایل مشخص محتوا رو میخونیم یا درون یک فایل مشخصی اون اطلاعات رو ذخیره میکنیم. در صورتی که ما میخوایم هر فایلی که خودمون خواستیم باشه، یعنی از تو سیستممون یه فایلی رو انتخاب کنیم و اون رو باز کنیم، یا یه فایل با اسم مشخص توی یک مکان مشخص از سیستممون اون فایل رو ذخیره کنیم. برای این کار ما میتونیم از فایل دایلوگی که درون تیکینتر وجود داره استفاده کنیم. پس من اون رو ایمپورتش میکنم from تیکینتر import فایل دایلوگ. خب برای سیو فایل من مسیر فایلم رو با استفاده از این فایل دایلوگ مشخص میکنم و میدم به در واقع این قسمتی که در واقع جایگزین این فایلم میکنم. پس میگم که فایل path مساویه با فایل دایلوگ دات ask save file name و حالا اینجا من باید مشخص کنم default extension رو که میگم از نوع txt هست .txt. ببینم درست نوشتم. default extension امیدوارم که درست نوشته باشم. و فایل تایپس رو هم قرار میدم، در واقع یک لیست دریافت میکنه که درون این لیست میتونه چند تا تاپل دریافت کنه که حالا ما اینجا یه نمونه تاپل رو وارد میکنیم چون فقط میخوایم تکست فایل در واقع از فرمت تکست پشتیبانی کنه، تکست فایل. و این قسمت هم فرمتش رو مشخص میکنیم و میگیم که هر اسمی با فرمت txt. خب اینجا رو چک کنیم که درست نوشته باشیم. بله درسته، اینم فایل تایپس هست. خب حالا من اینجا به جای اینکه این مای فایل رو قرار بدم میگم که بیا فایل پس رو اینجا بذار و حالا سیوش کن اونجایی که من بهت میگم. خب دوباره اینجا من یه سری چیزا رو مینویسم، میگم که hi how are you today و اینجا یه چند تا عدد مینویسم و میگم goodbye. خب رو گزینه سیو کلیک میکنیم و همونطور که میبینید این صفحه برای من باز میشه. میتونم اسم فایلم رو اینجا مشخص کنم، مسیرش رو حتی مشخص کنم و بعد اون رو ذخیره کنم. حالا من میخوام همینجا کنار همین برنامه من باشه و میگم که تست و خب همونطور که میبینید فایل تست اینجا ساخته شده و اون محتوا اینجا قرار گرفته. حالا من میخوام محتوایی که در اون فایلی که من میخوام در واقع انتخاب بشه و وارد تکست باکس من بشه. پس من اینجا دوباره یه دونه فایل پس تعریف میکنم و از همون فایل دایلوگ استفاده میکنم، منتها این بار میگم که چی؟ ask open file name ask open file name. درسته؟ خب حالا فایل تایپش رو هم فایل تایپس رو هم مثل قبل قرار میدیم. من همین رو اینجا کپی میکنم، جایگزین این میکنم و همین اینجا هم به جای این فایل مای فایل پث رو قرار میدم. خب یک بار دیگه برنامه رو اگر اجرا کنیم قبلی رو میبندیم و برنامه رو مجدد ران میکنیم و حالا اوپن رو که کلیک کنیم میتونیم فایل مورد نظرمون رو انتخاب کنیم. به عنوان مثال من اگر همین تست رو انتخاب کنم محتوای تست اینجا نشون داده میشه و اگر مای فایل رو انتخاب کنم محتوای درون مای فایل اینجا قرار میگیره. این از این. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.